به عنوان روانشناس پیش از ازدواج بهت میگم، اگه امروز روبروم نشسته بود یا 30 ثانیه وقت داشتم، حتما این سوال ازت میپرسیدم: آدمی که میخوای باش ازدواج کنی وقتی عصبانی میشه کنارش احساس امنیت میکنی یا ترس؟ چون شخصیت واقعی آدم‌ها رو تو لحظه‌های عاشقانه نمیتونی ببینی، تو لحظه‌های عصبانیت، اختلاف و ناامیدی میتونی ببینی. اگه موقع ناراحتی تحقیرت میکنه، تهدیدت میکنه یا باعث میشه که از حرف زدن بترسی، این فقط یه دعوا نیست، ممکنه که نشونه‌ای باشه که نباید نادیدش بگیری. قبل از اینکه به عشق فکر کنی، به احساسی فکر کن که کنار اون آدم داری تجربهش میکنی. اگه این ویدیو بتونه جلوی یه انتخاب اشتباه رو بگیره، برای کسی بفرست که تو آستانه ازدواجه و فالو کن که نکات بیشتری بهت یاد بدم.